جناب آقای دکتر مصدق نخست وزیر ایران به نیویورک پرواز نموده است تا درباره اختلاف نفت که از طرف انگلستان به شورای امنیت مراجعه شده است در سازمان ملل متحد توضیحاتی بدهد. جناب دکتر مصدق و همراهانش به فرودگاه آیدلواید نیویورک وارد شده مورد استقبال مأمورین دولتی امریکا و همچنین علاقمندان به ایران قرار گرفتند. در محل موقتی شورای امنیت در فلاشینگ مدو نیویورک، دکتر مصدق مورد استقبال تریگویلی دبیر کل سازمان ملل متحد قرار گرفت. دکتر مصدق نیز رویه کشور خود را توضیح داد. نخست وزیر حاضرین را مخاطب قرار داده اظهار داشت که دخالت در این مسئله از حدود اختیارات شورای امنیت خارج است، زیرا ملی کردن صنایع نفت ایران مسئله است داخلی. بازدید دکتر مصدق از شهر تاریخی فیلادلفیا. هنگام حرکت به واشنگتن، دکتر مصدق در فیلادلفیا که از لحاظ تاریخ امریکا اهمیت بسیاری دارد و بین امریکایان به شهر دوستی و برادری معروف است توقف نمود. در همین شهر بود که جمهوری امریکا استقلال خود را اعلام نمود. دکتر مصدق مدتها منتظر بازدید این شهر شده بود. در اینجا نخست وزیر به دیدن ناقوس آزادی که در روزهای بحرانی سال 1776 به صدا درآمد موفق گردید. صدای این ناقوس هنوز در گوش و قلب بسیاری از مردم دنیا طنین انداز است. در اینجا از نخست وزیر خواهش شد که دفتر خاطرات شهر را که حاوی امضای بسیاری از شخصیت‌های برجسته است امضا نماید. طی اقامت کوتاه خود در فیلادلفیا، دکتر مصدق چندین نطق ایران نمود. تک کلام او خطاب به امریکاییان این بود: حمایت از آزادی ایران خدمت به اصول آزادی است. بازدید رسمی دکتر مصدق از واشنگتن پایتخت امریکا. نخست وزیر ایران در پایتخت کشورهای متحده امریکا مورد استقبال دین اچسن وزیر خارجه امریکا قرار گرفت. دکتر مصدق در مدت اقامت خود در واشنگتن با افسران وزارت خارجه امریکا مذاکره نمود. بنا به خواهش خود نخست وزیر از بسیاری از تشریفات که از خصوصیات بازدیدهای رسمی صرف نظر گردید، ولی به طور غیر رسمی دکتر مصدق هری ترومن رئیس جمهور امریکا را ملاقات نمود. بعداً نخست وزیر از طرف باشگاه ملی خبرنگاران دعوت شد. در این باشگاه دکتر مصدق صدها نفر مخبرین با نفوذ رادیو و جراید را مخاطب قرار داده چنین اظهار داشت: هر چیز میخواستم از دعوتی که از طرف کلوب ملی مطبوعات از این جانب به عمل آمده صمیمانه تشکر کنم. من به اهمیت اجتماع امروز کاملا واقف بوده و میدانم چه تأثیر مهمی شخصیت هایی که امروز در اینجا حضور دارند میتوانند در افکار عمومی مردم امریکا داشت. در دنباله سخنان خود دکتر مصدق اظهار نمود که سالیان دراز در راه اصول دموکراسی به خصوص آزادی جراید در ایران کوشیده است و حتی در راه مبارزه برای آزادی رنج و مشقت چند سال زندان و تبعید را متحمل گردیده است. دکتر مصدق علاوه کرد که روزنامه نگاران با مشاهده و افشا نمودن عناصر فساد که آزادی، صلح و امنیت یک اجتماعی را تهدید می کنند می توانند خدمت بزرگی به جامعه خود بنمایند. بعداً در مورد رسم و آیین دموکراسی در برقراری عدالت و احترام فردی که هادی امریکا بوده است، دکتر مصدق چنین اظهار نمود: آرامگاه پدران شما که در جنگ استقلال امریکا جان خود را فدا نمودند برای تمام ملل آزادیخواه دنیا امکنه مقدسی به شمار می روند. دکتر مصدق در مدت اقامت کوتاه خود در واشنگتن از آرامگاه ملی آرلینگتون، خوابگاه ابدی امریکایانی که جان خود را در راه خدمت به کشورشون فدا کرده اند، بازدید نمود.
نخست وزیر ایران پس از 41 روز اقامت در امریکا به کشور خود مراجعت نمود. هنگام عزیمت بسیاری از بزرگان از او مشایعت نمودند. مسافرت دکتر مصدق هم مانند مسافرت 2 سال پیش شاهنشاه ایران به امریکا بر درجه اطلاع و علاقه امریکاییان نسبت به ایران افزود و به اتحاد و مودت بین دو کشور کمک شایانی نمود.